وقتی که بابا بزرگم ازم پرسید که تو دقیقاً داری چی کار میکنی، ایده ساخت این ویدیو رسید به ذهنم که تریدینگ یعنی چی. سلام، ارادت، خیلی خوش اومدین به دومین ویدیویی که قرار توی کانال یوتیوب من بارگذاری بشه. تو این ویدیو میخوام خیلی ساده، شفاف و صریح به این موضوع بپردازیم که تریدینگ یعنی چی، جوری بهش بپردازیم با مثال‌های ساده که اگر کسی ازتون پرسید سریعا این ویدیو براش بفرستید و خیلی راحت خودتون میتونید براش توضیح بدین که همه کسایی که دارن ترید میکنند در واقع دارن چیکار میکنن. یک بار برای همیشه به صورت اصولی به این موضوع بپردازیم. بریم با هم دیگه ادامه بدیم. میخوام این شکلی به توضیح بدم. شما فرض بکن که میخوای خونه بخری، حالا خونه، دلار، ماشین، سکه، گوشی موبایل، حتی یک داد و ستدی به اصطلاح میخوای انجام بدی. هر کدوم از اینا یک پروسه زمانی میطلبه تا این اتفاق بیفته. شما فرض بکن من میخوام خونه بخرم، میرم میگردم یه خونه‌ای که توی لوکیشن مد نظر من باشه، قیمتش مناسب باشه، چه میدونم دیگه، طراحی و دیزاینش مناسب سلیقه من باشه، یا میخوام ماشین بخرم یا میخوام حتی ماشین بفروشم، یک قیمتی تعیین میکنم، ببینم که آیا خریداری با من تماس میگیره، تماس نمیگیره، قیمتم بالاه، پایینه و هر چیزی. یک پروسه زمانی طی میشه تا یک خرید و فروشی اتفاق بیفته. حالا شما فکر کن یک پلتفرمی وجود داره که شما هر زمان که بخوای خرید یا فروش انجام بدین، در آن واحد خریدار هست که از شما یک چیزی رو بخره و فروشنده هست که شما بتونید ازش یک چیزی رو بخرید. یک پلتفرم که در آن واحد شما هر آن چیزی که بخواید بخرین یا بفروشین در اختیارتون قرار میده و اون داد و ستد اتفاق میافتد و اون پول، حالا ما با تفاوت این خرید یا فروش، سودش یا ضررش تو جیب شما میره یا جیب شما در واقع برداشته میشه. این میشه ساده ترین نوعی که من میتونستم تو بیس، تو مین تریدینگ رو براتون توضیح بدم. حالا اینکه هر چیزی یعنی چی؟ یعنی اونس جهانی، یعنی اینکه شاخص ها مثل اصلا قهوه، شکر، قهوه، نفت، گندم، مس، دیگه بهت بگم سهام شرکت ها، دیگه بهت بگم در واقع تفاوت نرخ ارز بین دو کشور مثل یورو یو اس دی، مثل خود طلا هم همینه، در واقع XAU UST، تفاوت طلا با در واقع تبادل نرخ شناور طلا و دلار هست. ما XAU در واقع یورو هم داریمش. میدونید این پس شد ساده ترین تعریفی که من میتونم برای تریدینگ انجام بدم. یک پلتفرمیه که من تریدر هر زمان هر چیزی رو حس بکنم میخواد بره بالا میخرم، در جا مشتریش برام همیشه هست. هر وقت حس بکنم یک چیز قرار بیاد پایین میفروشم، همیشه خریدارش برام وجود داره. این تعریف اولی. حالا این تعریف اولی رو بذاریم کنار، بریم یه پله جلوتر. بیاین با هم برگردیم عقب. وقتی که من میخواستم مثلا گوشی موبایل بخرم، وقتی که مثلا میخواستم دلار بخرم، میومدم چیکار میکردم؟ میرم از یک اهل فن سوال میپرسم که آیا فلانی، آیا الان موقعیت مناسبی هستش که من دلار بخرم؟ آیا الان موقعیت مناسبی هست من ماشین بخرم یا ماشینمو بفروشم؟ اون نفر با توجه به دیتایی که داشت، حالا این دیتا مثلا شما فکر کن توی زمینه ماشین، میگیم که روز مثلا شایع این موضوع که واردات ماشین داره آزاد میشه، پس اون نفر که کارش اینه با توجه به این دیتا میاد میگه که احتمالاً ممکنه قیمت ماشین‌های خارجی افت پیدا بکنه و قیمت بیاد پایین‌تر. پس تو بذار اگه میخوای این ماشینا رو بخری، بذار زمانی که به کف قیمتی رسید، مثلا بذار یک هفته آینده، عرضم به حضورتون که یک ماه آینده تو بیا ماشین بخر، قیمت مناسب‌تری میتونی بگیری. اون نفر با توجه به اخبار و دیتایی که بهش رسیده میتونه اون نفر این در واقع نظر رو بیاد به شما بده. در واقع به این ما میگیم تو علم ترید فاندامنتال، یعنی با استفاده از یک فاند خبری مثل اینکه واردات خودرو آزاد شد، این نفر متوجه این موضوع میشه که قیمت قراره بیاد پایین، پس زمان فروشه اتفاقا. چرا؟ چون قیمت میخواد روز به روز ارزان‌تر بشه. پس اگر من ماشین دارم الان میفروشم، اگه قرار باشه ماشین بخرم میذارم یک ماه آینده که قیمت اومد پایین، اون زمان میرم و ماشینمو میخرم. ما به این توی تریدینگ با در واقع تحلیل، با استفاده از اخبار، دیتایی که به ما میرسه، حالا اون اکسپریانسی که اون نفر و اون مهارتی که اون نفر داره بابت تحلیل و تجزیه این اخبار، میگیم فاندامنتال. حالا ما فکر کنید توی کار ما
وقتی که من دارم مثلا روی یورو یو اس سی معامله میکنم، دارم روی طلا معامله میکنم، میخواد نرخ بهره بیاد. و آقای پاول رئیس بانک مرکزی امریکا، رئیس فدرال رزرو، میخواد سخنرانی بکنه، بعدش در واقع یک میتینگ هم بعدش داره، یک نرخ بهره میخواد اعلام بکنه. این نرخ بهره رو داره بر مبنای تورم کشورش اعلام میکنه. یعنی اگر کشور در واقع تورمش بالاست و قراره که آقای پاول پول رو از سطح جامعه کمتر بکنه که بتونه تورمش رو کنترل بکنه، حالا ما جلوتر وارد بحث نرخ‌های اقتصادی میشیم، میاد چیکار میکنه؟ میاد نرخ بهره رو میبره بالا، درسته؟ که بتونه تورمش رو کنترل بکنه تو مرحله اول. بعد توی سخنرانی که میخواد انجام بده میاد میگه همه چی اوکیه، همه چی عالیه، ما داریم نرخ بهره رو کنترل میکنیم و هزار تا چیز دیگه. این موضوع باعث چه چیزی میشه؟ توی اون شارپ اولیه که این خبر داره میاد که نرخ بهره دستکاری شده تو سطح کلان، کل استاک، کل مارکت، تو حالا جفت ارزها میخواد باشه، شاخص ها میخواد باشه، تو اون لحظه ملتهب میشه، منتظر چون این خبره که بعد از اون تحلیلگرا بیان بگن که این کاری که آقای پاول کرد آیا تأثیر داره روی تورم امریکا یا اینکه نداره. این نتیجهش کجا به دست میاد؟ تو خبری که میخواد CPI اعلام بشه. روی CPI آیا قدرت خرید مردم بالا رفته، پایین رفته، با توجه به این بتونن یک برآیندی بگیرن که آیا این تورم کنترل شده یا اینکه نشده. میبینید چقدر در واقع شبیه همون آقایی هستش که به شما میگه که الان قراره واردات خودرو آزاد بشه، پس تو الان ماشینتو بفروش، چون میاد پایین‌تر اگه میخوای بفروشی. اگه میخوای بخری بذار یک ماه دیگه بخر. میبینید همون دیتا ما فیزیکالش رو داریم توی جامعه میبینیم. حالا تو خرید و فروش هر چیزی ما داریم فیزیکال تریدینگ رو ما هر روز داریم ترید میکنیم، هر روز. خب منتها یک پلتفرم که همیشه هر لحظه من بخوام معامله بکنم توش پتانسیل این موضوع رو دارم. این میشه در واقع بحث فاندامنتال ترید کردن که خیلی تخصصی ترش رو من توی ویدیوهای آینده بهش میپردازم. در واقع این تحلیل و تجزیه‌ای که میتونیم ما نرخ‌ها رو بکنیم و در واقع چه نتیجه گیری میتونیم ازش بکنیم. پس الان متوجه شدیم که ترید کردن تو اون بیس قضیه یعنی چی، خواستیم به زبان ساده توضیح بدین یعنی چی. حالا اینکه یه همزاد پنداری کردیم که ما تو جامعهمون چطور میایم یه چیزی رو میخریم، چطور کسب در واقع اطلاعات میکنیم و بعد تصمیم گیری میکنیم که آیا اون چیزی رو بخریم یا نه، که رسیدیم به تعریف اولیه فاندامنتال. الان میخوایم بریم سراغ تکنیکال. خب یادتون میاد زمانی که دلار رسید به 45000 تومان، 44000 تومان، 45000 تومان و همه میگفتن اگر دلار 45 تومان رو رد بکنه تا 50 تومان هم میره بالا. یا زمانی که دلار شده بود 23-4 تومن میگفتن اگه قیمت 25-6 تومن رو رد بکنه رفته تا 30 تومن رفته بالا. میخوام انقدر ساده بهت توضیح بدم ما تو این در واقع مثال که هممون فیزیکال لمسش کردیم یک در واقع ستاپ تکنیکالی اتفاق افتاده به اسم بریکات. یعنی چی؟ یعنی اینکه 25000 تومن رو رد بکنه، بریک بشکنش به سمت بالا، بریک آوت بشکنش به سمت بالا تا 30 تومن میره بالا. ما میگیم بریکات. به همین سادگی فیزیکال ما حسش میکنیم. الان دارم براتون تعریفش میکنم. پس بریکات کردن یعنی یک محدوده ای رو اگر بشکونه، بریکات بکنه تا یک مرحله بعدی که با استفاده از اون حالا فاندامنتالی که قبلا بهتون توضیح دادم، با استفاده از حالا استاتیک لول ها، داینامیک لول ها، اینا هم بهتون اتفاقا الان میگم بهتون، میتونیم تشخیص بدیم که قیمت تا کجا میره. خب یا زمانی که الان در حال حاضر قیمت دلار بین 47000 تومان تا 50 تومان داره بازی میکنه، ما به این توی علم تکنیکال میگیم تریدینگ رنج. یعنی در واقع این تریدینگ، معامله کردن داره به صورت رنج اتفاق میفته. چرا؟ چون میرسه 49 تومن 5 تومن تا یه خبر میاد، میرسه 49 تومن 49 500 5 تومن تا یه خورده همه چی در امن و امان و صلح و آرامشه، میاد میرسه مثلا 45 6 تومن 46 7 تومن 48 تومن. یک محدوده‌ای داره، یک سقف مشخصی داره، یک کف مشخص داره بین این محدوده تریدینگ معامله داره به صورت رنج اتفاق میفته. این بازار رنج هست. حالا به اون سقف و کفه هست مثل 50 تومنه و مثلا 48 تومنه، ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم استاتیک لول. حالا این استاتیک لول میتونه به صورت در واقع برگرده، ما توی تکنیکال توی طلا مثلا اعداد روند رو داریم،
اعدادی مثل شاخص بورسمون که رسید به 2 میلیون، یک سری اعدادی هستش که اینا بار روانی داره. دلار 50 تومن بار روانی داره. این بار روانی برای من یک استاتیک لول، یک در واقع لول و مرحله افقی به وجود میاره که قیمت وقتی که اون میرسه واکنش نشون میده. وقتی قیمت میاد میرسه 50 تومن، حالا این واکنش از کجا میاد؟ من اینکه دلار دارم، قیمت میاد میرسه 50 تومن، میگم اوه رسید 50 تومن، الان دلارم بفروشم وگرنه میاد پایین. من دلارم میفروشم. خروج خریدار، خروج خریدار، خروج خریدار. باعث چی میشه؟ قیمت میاد پایین. دلار اومد شدش 45000 تومان. قیمت دلار الان مناسب. من اینکه حتی یک هفته آینده، یک ماه دیگه لازم دارم دلار بخرم، میگم الان قیمت دلار توی کفه، من برم دلارم بخرم. ورود خریدار. چه اتفاقی میفته؟ قیمت میره بالا. چرا؟ مستقیما رابطه مستقیم داره با عرضه و تقاضا. تقاضای دلار روی قیمت 45000 تومان بسیار بالاست. وقتی تقاضا بالاست، من فروشنده هی قیمت‌ها میبرم بالاتر دیگه. هر چقدر ببرم بالاتر میخوام مردم دیگه، چرا نبرم بالاتر؟ میبرم بالاتر. این باعث افزایش قیمت دلار میشه. دلار 50 تومان بالعکس مشتری نیست، کسی رو دلار 50 تومن نمیخره. منی هم که دلار داشتم میگم رو 50 تومن بفروشم، شاید یک ماه دیگه که بخوام بخرم دلار رسیده باشه پایین‌تر، من تو این بازه زمانی من بازی کنم. پس الان هم معنی تریدینگ رنج رو فهمیدیم با مثال فیزیکال ملموس جامعهمون، هم معنی استاتیک لول رو فهمیدیم، اون 50 تومن 45 تومن که داره بازی میکنه، هم معنی برکات رو فهمیدیم، هم معنی یه مثال براتون بزنم. مثلا دلار ایران همیشه توی یک کانال سعودی هست. همیشه. چرا؟ چون این در واقع سیاست کشورمون بر این مبناه که این دلار همیشه در حال یک کانال سعودی قرار داره، همیشه در حال بالا رفتن. حالا درسته یه روزی برسه 45 تومن برگرده بشه 42 تومن بره بشه 46 تومن بیاد بشه چه میدونم 43 تومن بره 5 تومن، ولی همیشه تو سقف‌ها و کف‌هایی داره بازی میکنه. ما به این میگیم کانال سعودی تو علم تکنیکال. ببینید من دارم خیلی ساده به اینا رو بهتون میگم، اینقدر ساده نیست. یک در واقع تشخیصش اینقدر ساده است، معانیش من دارم به ساده ترین شکل ممکن بهتون بیان میکنم. اول کانتکست رو متوجه بشین، اول متوجه بشیم ادبیات هم دیگه یعنی چی. من یه روز اومدم گفتم برکاوت یعنی چی، تریدینگ رنج یعنی چی، توی کانال هستیم یعنی چی. بعد از اون تخصصی من بهتون یاد میدم که کجا قبل از اینکه وقوع پیدا بکنه یک برکاوت شما متوجه این موضوع بشین که میخواد برکاوت بشه. قبل از اینکه بخواد وارد تریدینگ رنج بشیم، وارد همون محدوده که رو دلار بهتون گفتم وارد اون بشیم، شما متوجه بشین که میخواد تریدینگ رنج بشه. یه مثال دیگه براتون بزنم، پول بک. ما یک اصطلاحی هستش ما بهش میگیم پول بک بزنه و بعد ما سوار بشیم. فکر کنم سال نمیدونم سال چه سالی بودش، دلار اومد 30 تومن رو رد کرد. من همه مثالم رو دلار دارم میزنم چون خب چیزی هستش که ملموس برای همه مردم و همه مردم احتمالاً متوجه این موضوع میشن از اخبار که دلار میره بالا میاد پایین. میخوام یک مثال ملموسی باشه که حسش کرده باشی، به خاطر همین همش مثال دلار رو میزنم. کار من دلار نیست اصلا. دلار 30 تومن رو رد کرده بود و کسایی که من یادم تو بازار اون موقع کسایی که می‌خواستن دلار بخرن، مثلا دلار رسیده بود 33-4 تومن، اگه یادم از پاشه اتفاقا شنیدم این صحبتو. دلار رسیده بود 33-4 تومن، گفتم دلار برگرده روی 30 تومن دوباره یه شل میکنه، برگرده رو 30 تومن من دلارمو بخرم. این شل میکنه یعنی چی؟ یعنی دلار وقتی میرسه 33-4 تومن من دلار دارم دیگه، مثلا رو 27 تومن خریدم، دلار رسید 33-4 تومن، میترسم نکنه بیاد پایین، من سود کردم دیگه. ترس از دست دادن سود باعث این موضوع میشه من دلارم بفروشم. اون عرضه تقاضا بود که جلوتر بهتون عقب‌تر بهتون گفتم، باعث میشه من دلارم بفروشم، اون دلارشو بفروشه، اون یکی دلارشو بفروشه، دلار قیمتش شل میشه. چرا؟ چون فروشنده تو یک بازه زمانی تو یک برهه بیشتر از خریدار شد، پس دلار تو اون بازه زمانی شل میشه. به اصطلاح ما میگیم پول بک. 33-4 تومن شل میکنه قیمت، میادش پایین می 30 تومن. منی که میخواستم دلار بخرم منتظر اون پول بکه، منتظر اون شل کردن میمونم. اینم مثال ملموس پول بک توی در واقع علم تکنیکال. ما میگیم پول بک به همون شل کردنی که توی بازار میگن بذار قیمت یه خورده شل بکنه، من اون فلان ماشین رو میخوام، بذار قیمتش یه خورده شل بکنه یکی دو هفته دیگه میخرم. ما میگیم پول بک. فهمیدید چی شد؟ حالا تو تایم فریم مختلف این اتفاق میفته دیگه. کاری که من میخواستم بکنم تو این ویدیو، اول از همه بهت بگم که اونقدر چیز سختی نیست این تعاریف.
اصلا اون چیز سختی نیست که فکر میکنی و برای خودت بوت ساختی. به راحتی ترید و همه اصطلاحاتش و همه مبانیش رو ما روزانه هر روز داریم به گوشمون میشنویم و داریم اجراش میکنیم. براتون چند تا مثالش بزنم دیگه. همه تکنیکال من براتون میتونم مثال بزنم. هر روز ما داریم ترید میکنیم، هر روز هممون. اصطلاحاتش هم هممون بلدیم. یه خورده اسمش فرق کرده، یه خورده در واقع شاید تعریفش تخصصی تر باید برای ما جا بیفته که من ابتدا خواستم تو این ویدیو با اون کانسپت اصلی آشنا بشید، متوجه منظور همدیگه بشیم که بعد دونه به دونه ورود بکنیم، تشخیصشون بدیم، باهاشون پول در بیاریم و عشق بکنیم. ارادت. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی مخلصیم.